دختر به نزد قاضی رفته شکایت کرد که دوست پسرش به او تجاوز کرده است. قاضی دستور داد تا رشته و سوزن بیاورند. رشته در دست قاضی و سوزن در دست دختر بود. قاضی به آسانی رشته را وارد سوزن کرد. سپس رشته را به دختر داد و سوزن را در دست خود گرفت. هرگاه که دختر می‌خواست رشته را وارد سوزن کند، قاضی سوزن را تکان می‌داد و مانع می‌شد. قاضی از دختر پرسید: چرا رشته را وارد سوزن نمی‌کنی؟ دختر گفت: آخر تو نمی‌گذاری؟ قاضی گفت: خوب، تو هم نمی‌گذاشتی؟